در میان 12 رهگذر که در نتیجه حرکت ماشین بر رویشان آسیب دیدند، یک کودک نابالغ نیز هست. حادثه در نزدیکی ایستگاه راه آهن فلیندرز در مرکز شهر ملبورن رخ داده است. معلوم نیست جراحت آسیب دیدگان چقدر وزنین است. طبیبان به آسیب دیدگان کمک کردند و بعضی را به شفاخانه ها بردند. ماموران پلیس و نجات بخشان زود به جای حادثه آمدند. راننده ماشین را دستگیر کردند و سبب عملکرد او معلوم نیست. با گفته جان، یکی از شاهدان حادثه که تلویزیون ABC با او صحبت کرده است، ماشین سفید با سرعت بلند حرکت کرده راهگذران را میزد. جان صدای برخوردن ماشین با آدمان را که خرید زیاد در دست داشتند شنیده است و گفته است امیدوار است ماشین کلیسکه کودکان را نزده باشد. ماموران پلیس ویکتوریا اطراف محلی حادثه را بستند. مقامات به مردم و از جمله مسافران قطارها توصیه دادند به ایستگاه فلیندرز و کوچه های اطراف آن نآیند. از همه آنهایی که درباره حادثه خبر دارند خواسته شده است به اداره پلیس بیایند و شهادت بدهند. زدن راهگذران با ماشین از چند وقت پیش شروع شد و در عین حادثه ها در شهرهای نیس، برلین، لندن و نیویورک 10 نفر کشته شدند.